تا حالا شده با خودت بگی کاش یکم شادتر زندگی میکردم؟ خب معلومه که شده. هممون دلمون میخواد حال بهتری داشته باشیم. اما بذار رو راست باشیم. شاد بودن همیشه آسون نیست. گاهی قبل از رسیدن به شادی باید با یه سری واقعیت تلخ روبرو بشیم. واقعیت هایی که شاید دوست نداشته باشیم بشنویم ولی لازمن. توی این ویدیو قراره با هم 7 از این واقعیت ها رو مرور کنیم. چیزایی که اگه واقعاً بپذیریمشون ممکنه زندگیمون رو یه جور دیگه ببینیم. واقعیت اول، همیشه حق انتخاب داری. شاید این جمله معروف رو شنیده باشی. زندگی فقط 10% چیزیه که برات اتفاق میفته. 90% نحوه واکنش تو به اون چیز هست. این حرف چارلز سوینداله و انصافاً یکی از واقعی ترین حرف هاست. آره، ما نمیتونیم جلوی اتفاقای بد رو بگیریم. زندگی همیشه مطابق میل ما پیش نمیره. ولی اون چیزی که همیشه دست خودمونه واکنشیه که بهش نشون میدیم. حتی تو بدترین شرایط هم یه جایی هست که میتونی انتخاب کنی. انتخاب کنی قوی تر باشی، آروم تر فکر کنی یا حتی فقط یه قدم کوچیک برداری. و همین انتخاب‌های کوچیک ولی آگاهانه کم کم قدرتت رو زیاد میکنن. قدرتی که بهت کمک میکنه یه زندگی پرمعناتر و شادتر بسازی. واقعیت دوم، داشتن روابط سالم خیلی مهمه. اگه دنبال یه زندگی شادتر هستی، باید بدونی که بدون روابط سالم شادی هم یه چیزی کم داره. رابطه خوب با خانواده، دوستان یا شریک زندگی مثل یه پناهگاهه. توی روزای سخت همین آدمان که میتونن حالت رو بهتر کنن و باعث بشن قوی‌تر بمونی. تحقیقات مجله سلامت و رفاه اجتماعی هم اینو تایید کرده. آدمایی که روابط اجتماعی قوی تری دارن نه تنها شادترن بلکه سالمترن و حتی بیشتر عمر میکنن. ما هممون به یکی نیاز داریم که حس کنیم دوستمون داره، هوامونو داره و بودنمون براش مهمه. پس برای آدمهای مهم زندگیت وقت بذار. با دل و جون به رابطت رسیدگی کن. باور کن واقعاً میارزه. واقعیت سوم، قرار نیست همه دوستت داشته باشن یا تحسینت کنن. تا حالا شده نگران باشی که نکنه کسی ازت خوشش نیاد یا یه کاری کنی و بترسی بقیه قضاوتت کنن؟ اگه آره، بدون که تنها نیستی. این حس خیلی طبیعیه. ولی اینو بدون، هر چقدر هم مهربون، با فکر و خوب باشی، بالاخره یه عده هستن که باهات حال نمی‌کنن و این کاملا طبیعیه. دلیلش تو نیستی. این یعنی آدم‌ها متفاوتن. به جای اینکه همه ی انرژی تو صرف راضی نگه داشتن بقیه کنی، دورتو با آدمایی پر کن که واقعا قدر تو رو میدونن. آدمایی که کنارشون میتونی خود واقعیت باشی، نه اینکه نقش بازی کنی یا نقاب بزنی. واقعیت چهارم، چیزی به اسم زمان مناسب وجود نداره. چند بار با خودت گفتی از شنبه شروع میکنم یا بذار یکم اوضاع بهتر بشه بعد؟ خب خبر نچندان خوش اینه که چنین زمانی هیچ وقت از راه نمیرسه. واقعیت اینه که اگه فقط منتظر بمونی تا همه چی عالی و کامل بشه، احتمالش هست هیچ وقت شروع نکنی. درسته که نباید بی‌گدار به آب بزنی، ولی اگه زیادی فکر کنی ممکنه از این همه وسواس و دودلی فلج بشی. پس منتظر نباش همه چی عالی بشه. شروع کن، حتی اگه کوچیکه، حتی اگه ناقصه. تو مسیر چیزای زیادی یاد میگیری و کم کم راحت رو پیدا میکنی. واقعیت پنجم، با کندوکاو گذشته نمیتونی چیزی رو عوض کنی. تا حالا شده مدام برگردی به عقب، فکر کنی یه فرصتایی از دست دادی یا خاطره هایی که هنوزم از فکر کردن بهشون خجالت میکشی؟ ببین، گذشته مثل یه سرابه. دنبالش میری ولی هیچ وقت بهش نمیرسی. چون هر چقدر هم مرورش کنی، هر چقدر هم خودتو سرزنش کنی، دیگه نمیتونی تغییرش بدی.
هممون یه سری پشیمونی داریم، ولی اگه بخوای مدام توش غرق بشی داری جلوی رشد و حال خوب خودتو میگیری. کاری که میتونی بکنی اینه: ازش درس بگیر ولی نذار توش بمونی. تمرکزتو بیار روی الان و آینده، چون فقط این دوتاست که هنوز توی کنترل توه. واقعیت ششم: با خریدن وسایل بیشتر خوشبختی نمیاد. تا حالا شده یه چیزی بخری فقط واسه این که حالت بهتر بشه؟ یه لباس، یه وسیله یا حتی یه چیزی که واقعاً بهش نیازی نداشتی. خب تو این جامعه مصرف زده این حس خیلی رایجه. اما بیایید با هم رو راست باشیم. خوشبختی واقعی با خرید بیشتر نمیاد. تحقیقات نشون داده آدمایی که فکر میکنن با پول خرج کردن و جمع کردن وسایل میتونن شادتر بشن، معمولاً رضایت کمتری از زندگیشون دارن. چون شادی واقعی از درون میاد، نه از چیزایی که میخری. به جای پر کردن خلاهای درونی با خریدهای موقتی، بیا روی چیزایی سرمایه گذاری کن که واقعاً معنا دارن. تجربه های جدید، رابطه های عمیق و لحظه های ساده اما صمیمی. در واقع اینان که همیشه توی ذهنت موندگار میشن، نه اون وسیله‌ای که هفته دیگه از مد میافته. واقعیت هفتم: رشد واقعی تو دل سختی شکل میگیره، نه تو آسایش و راحتی. آسان‌ترین کار دنیا اینه که توی منطقه امن خودمون بمونیم. همون کارایی رو بکنیم که بلدیم، همون مسیرای آشنا رو بریم. ولی واقعیت اینه که رشد واقعی اونجاییه که اتفاقاً ترسناک به نظر میرسه. اونجاییه که قراره چیز جدیدی یاد بگیری یا با یه چالش سخت روبرو بشی. توی سختی هاست که خودتو بهتر میشناسی. همون لحظه هایی که فکر میکنی دیگه نمیتونی. یه دفعه میفهمی از پسش برمیای و یه بخش جدید از قدرت تو کشف میکنی. اگه فقط دنبال راحتی باشی ممکنه هیچ وقت به اون آرزوهایی که تو دلت داری نرسی. پس از سختی نترس، برو جلو با همه ی وجود، چون اونجاست که قوی‌تر، آگاه‌تر و زنده‌تر میشی. کدوم یکی از این واقعیت‌ها برات آشنا بود؟ تو هم تجربهشون کردی؟ راستش رسیدن به یه زندگی شاد و پرمعنا هیچ وقت ساده نیست، اما وقتی نگرشت رو تغییر بدی، وقتی طرز فکرت رو رشد بدی، کم کم دنیا هم برات عوض میشه. اگه تو هم تجربه‌ای داری یا یه نکته دیگه که فکر میکنی میتونه بهمون کمک کنه شادتر زندگی کنیم، حتما توی کامنت ها برامون بنویس. مرسی از این که همراهمون بودین. تا ویدیوی بعدی مراقب حال دلت باش.